محمد تمام درماندگی‌هایش را گریه می‌کرد. در قلبش بیچارگی‌هایش را فریاد می‌زد. شاید اولین بار بود که به طور جدی به فکر چاره افتاد. خسته بود. از تمام آدم‌های اطرافش خسته و کلافه شده بود. حوصله هیچ کدامشان را نداشت. از خودش خسته بود. از اینکه سال‌هاست دیگر خودش نیست. دلش برای خودش تنگ شده بود. برای نیازهای خودش، برای دل خودش، دلش برای تمام آن دلخوشی‌های کوچکش تنگ شده بود. برای روزهای نوجوانی که با شوق و ذوق میرفت به دیدن زری. چه حال خوبی داشت. چقدر زری برایش خاص و متفاوت بود. چه حال خوبی داشت. وقتی کنار زری بود، کنار زری خود واقعیش بود. هیچ مکر و دروغ و تظاهری نبود. دیگر هیچ ماسکی به صورت نمیزد. کنار زری آرامش واقعی را تجربه کرده بود. خنده اش حقیقی بود. احتیاج به گفتن هیچ دروغ و فریبکاری نبود. زری همه چیز را از چشمانش می‌خواند. آیا امکان داشت که روزی دیگر دوباره زری را ببیند، زری را در آغوش بکشد، ببوید، ببوسد؟ چه آرزوی شیرینی بود. چقدر برایش زری خاص بود. جرقه‌ای در دلش روشن شد. شاید بودن با زری دیگر آنقدرها هم محال نباشد. چرا دور و اطراف خودش را با انسان‌هایی پر کرده که در واقع هیچ وابستگی به هیچ کدامشان ندارد؟ از ندیدن هیچ کدامشان بیتاب نیست. در حسرت بودن با هیچ کدامشان نیست. بچه‌هایش را دوست داشت ولی دنیا را با وجود زری می‌خواست. پدر و مادرش را بسیار دوست داشت. به آنها احترام زیادی قائل می‌شد ولی آنها جای زری را پر نمی‌کردند. یک خلأ و نبود در قلبش به شدت احساس می‌کرد. این بیخبری مطلق از زری حالش را بدتر کرده بود. همین باعث می‌شد جسورتر شود. همسرش و دیگران برایش هیچ جذابیتی نداشتند. حتی دوست نداشت با او هم کلام شود. در حد 2-3 کلمه کوتاه جواب سوالهایش را میداد. گویی او را فردی اضافی در زندگیش میدید. حالا تازه داشت از خودش میپرسید که چرا این شخص را وارد زندگی خودش کرده. چرا با سرنوشت یک زن بیچاره بازی کرده است. آن زن میتوانست با مردی باشد که به او عشق بورزد و عشق دهد. نه صرفاً یک زندگی از روی عادت و نیاز. چندین ماه بود که از همسرش فاصله شدیدی گرفته بود. زن بیچاره تلاش زیادی می کرد. دست آخر فهمید که دل و جان محمد جای دیگری است. نمی تواند دیگر روی این مرد و احساسش حسابی باز کند. حالا دیگر محمد برایش بیشتر جنبه مالی داشت. یک سرپناه که صاحب خانه و ماشین، پول و امکانات هست و برای 4 فرزندش مجبور است به همین اکتفا کند تا اوضاع از این بدتر نشود. همسرش هم محکوم به یک زندگی اجباری و بی احساس بود. او محمد را دوست داشت و فقط اینکه گاهی اوقات جسم محمد را می‌بیند برایش کافی بود. می‌خواست این نعمت را از دست ندهد. اوایل ازدواجشان خیلی خوب بود. حداقل رابطه خوبی با هم داشتند. محمد به آنها رسیدگی می‌کرد. آنها را پارک و خرید و مهمانی و خانه فامیل می‌برد. حالا دیگر خبری از هیچ کدام از این کارها نبود. محمد یا نبود یا اگر هم بود مانند مجسمه‌ای ساکت و سرد گوشه‌ای می‌نشست و در فکر فرو می‌رفت. محمد داشت به این که دوباره با زری باشد می‌اندیشید. به این که آیا امکان دارد عشق رفته را بازگرداند. سعی می‌کرد خودش را از حصاری که برای خودش ایجاد کرده نجات دهد. از تمام تعلقات و دلبستگی‌های دنیایش. اینکه مطمئن شود که احساس نیز به اندازه خانواده و شغل مهم هست. حالا که زری هیچ جوره با او راه نمی آمد که بتواند به دستش آورد، چطور آن زن با 4 فرزند را ترک کند؟ بچه‌های خودش را می توانست در محیطی شاد با زری بزرگ کند، اما آن زن مایه دردسر بود.
عذاب وجدان می گرفت. به خاطر کاری که کرده بود. بی نهایت پشیمان بود. از رفتارش، از ناپختگی و خام بودنش که اینقدر راحت خودش را تسلیم کرد. آخر چرا این حماقت را کرد که بچه دار شود؟ آن هم 2 بار. حالا داشت چشمانش به روی حقایق باز می شد. بارها برای این رفتارش ساعتها گریسته بود. چه دردها و عذابهایی کشید به خاطر آن خوشیهای آنی و لحظه‌ای. جواب چراهایش را خودش هم نمی‌دانست، ولی حالا تا آخر عمر پشیمان باشد هم که دردی را دوانه می‌کند. فقط بچه‌هایش و خودش افسرده خواهند شد و آن زن نیز تا همیشه در سکوت و بلا تکلیفی خواهد ماند. مجبور بود تصمیم درستی بگیرد. این بار عاقلانه فکر کند و عمل کند. دیگر بچه نبود که اشتباه دیگری را مرتکب شود. اگر محمد و زری کنار هم بودند چقدر می توانستند هر دو پیشرفت علمی و کاری داشته باشند و یک زندگی سراسر عشق و محبت داشته باشند. همین افکار که تمام موهای جلو و پشت سرش را ریخته بود. در ذهنش شبانه روز مرور می شد. خودش هم می دانست تا به زری بر نگردد به آرامش نخواهد رسید. باید کم کم و با برنامه ریزی شروع می کرد. دیگر نمی توانست با همسرش یک زندگی ازدواجی و سرشار از عشق داشته باشد. هیچ گونه علاقه‌ای به هیچ زنی نداشت. فقط از روی ترحم و دلسوزی با آن زن همخانه بود. همسرش زنی با درک و شعور بود. زندگی سختی را گذرانده بود ولی با محمد آرامش داشت. میخواست کنار محمد تا همیشه بماند و یک زندگی ساده و آرام داشته باشد. حتی با وجود این که میدانست هرگز هیچ زنی جز زری در دل محمد جایی ندارد. اما فقط اسم و نام و زیر یک سقف بودن با محمد برایش کافی بود. این بار که محمد آمد و دخترش را پیش پزشک برد تمام مراحل درمان را طی کردند. دخترک حالش خوب شد. برایشان کلی خرید کرد. همه چیز در خانه برای چندین ماه فراهم بود. پول کافی به همسرش داد. به مخارج احتمالی ماه‌های دیگر و بعد بدون هیچ حرفی باز راهی سفر شد. راهی جایی دور که بتواند به درون خودش و تنهایی‌هایش سفر کند. در حقیقت محمد دنبال جایی برای فرار از آن زندگی تکراری و خسته کننده می‌گشت. شاید جایی که می‌خواست افکارش را مرتب کند، سازماندهی کند و بعد از سالیان سال بی هدفی در زندگی با یک برنامه ریزی درست راهی برای خودش باز کند که بتواند بدون تکیه به دیگران با استقلال مالی و فکری برسد و با زری زندگی جدیدی را شروع کند. اینها مستلزم ساعتها تنهایی و اندیشیدن درست و حسابی بود. زری بعد از پایان درس و دانشگاهش قطعاً دیگر آن دختر ساده گذشته نبود و محمد باید حتماً تبدیل به مردی جسور و قدرتمند میشد که زری قبولش میکرد.